رحمت پروردگار عالم عجیب و غریبه، از قعر جهنم تا اوج بهشت میبرن آدم‌ها. تو کمتر از نصف روز یه نفر تو کربلا بود که تو قعر جهنم، تو کمتر از نصف روز سیدالشهدا او رو به جایی رسوند که امام صادق میفرماید تا قیامت بزرگترین اولیاء خدا هم اگر میخوان سلام بدن به شهدای کربلا بایستن دست به سینه بگن و ابی انتم و امی، پدر و مادرم فدای شما شهدای کربلا، که یکیشون هم حره. ببینید اگه من الان تو این جمعیت شما بگم کی میتونه بلند شه قسم بخوره که من قطعا جهنمیم، هیچ کی بلند نمیشه، چون هممون امید به رحمت خدا داریم. اما هر قطعا جهنمی بود، چون در مقابل ولی خدا ایستاده بود. اولین کسی که دل زن و بچه امام حسین رو لرزون هر بود. با اون لشکر 1000 نفریش وقتی اومد دور امام حسین رو گرفتن، بچه‌های امام حسین ترسیدن که این جمع اومدن، اینا که جوان مردن عاقبت به خیر میشه. هر ادب داشت. امام حسین تو بین گفتگو با هر میدونست این پر از استعداده، اینو فقط باید یه تکونش داد. ابا عبدالله بهش گفت سکلت که امک، مادرت به عزات بنشینه، یعنی بمیری. او برگشت گفت حسین اگر کس دیگری غیر از تو نام مادر من رو میبرد نام مادرش رو میبرد، اما چه کنم که مادر تو فاطمه زهراست، جز به خوبی نمیشه ازش یاد کرد. این ادب‌ها رو داشت که اون وقت روز عاشورا این بزرگوار میلرزید. اون کناریش گفت هر اگه از من کسی میپرسید که شجاعترین مرد کوفه کی هست من تو رو معرفی میکردم. میلرزی؟ اینا تعدادشون ما چند نفره؟ ما 30,000 نفریم. هر گفت نه، ترسم از اونی که تو خیال میکنی نیست، خودم رو بین بهشت و جهنم دارم مخیر میبینم. و بعد هی زد به اسبش و رفت. وقتی میرفت تو مقاتل داره که با خودش اینجوری میگفت که اللهم تبت الیک، خدایا اومدم به سمت، انی ارعبت قلوب اولیائک و اولاد اولیائک، خدایا من دل اونها رو لرزوندم، دل اولیاء تو و بچه هاشون رو لرزوندم. شاید گمان نمیکرد پذیرفته بشه. ببینید معارف که براش باز نبود، که حسش این بود که ولی خدا رو وقتی جلوشو گرفته او باعث شد که بیاد کربلا. چون هر گفت نمیذارم برگردی مدینه، نمیذارم به سمت یمن بری، نمیذارم بری کوفه، او باعث شد که امام حسین بیاد کربلا. البته خب این یه مسیری بود که باید میومد سیدالشهدا، ولی هر اینجوری گمان میکرد که خب من همه باعث همه دردسرا. از این جهت خودش رو قابل بخشایش نمیدونست. وقتی اومد پیش امام حسین علیه السلام سرش پایین بود و عذرخواهی کرد که ابا عبدالله فرمود ارفع رأسک، سرتو بیار بالا. بعد وقتی ابا عبدالله علیه السلام پذیرفتش، هر دیگه پر شد از امام حسین و محبت ابا عبدالله. هر گفت آقا اجازه میدید من یه عذرخواهی از خانواده‌تون بکنم؟ میخواست خیالش راحت بشه. من تو مقاله سبتین دیدم از کتاب‌های ارزشمند ماست، در کتاب مقاله سبتین ایشون میگه وقتی ابا عبدالله اجازه داد، هر به سمت حضرت ابوالفضل رفت، گفت آقا شما واسطه میشی؟ به سمت حضرت ابوالفضل رفت که آقا شما واسطه میشی؟ بچه ها و خاندان امام حسین وقتی شما باشی منو رد نمیکنه. اومد پشت خیمه ها با گریه شروع کرد عذرخواهی کردن که خاندان رسول خدا من رو ببخشید. شروع کرد عذرخواهی کردن و اون آخر حضرت زینب سلام الله علیها بود که از درون خیمه ها گفت ما از تو راضی هستیم. رفت جنگید افتاد. خب او که هنوز جز اولی ها بود، نمیدونست ابا عبدالله قراره که بالین همه بیاد، اون جزو اول نمیدونست، اما اولی بود دیگه، اینو نمیدونست. افتاده بود تو میدان، من چه به این که حسین بیاد بالا سر من. امام حسین علیه السلام اومد سرش رو با دستمالی بست و بعد اون جمله تاریخی رو حضرت فرمود که انت حران کما سمت که امک حرا، همونجور که مادر تو رو حر نامی تو آزاده هستی، تو حر هستی. خدایا به آبروی سیدالشهدا، به آبروی اصحابش، از اون اصحابی که کنار ابا عبدالله بودن تا این اصحاب که ما کنارشون هستیم و در جوارشون هستیم، خدایا به آبروی همشون دست ما رو از دامان اهل بیت کوتاه مفرما.